در فصل چهارم سریال دیدیم که فکرت منفعت طلب همانطور که بعد از مرگ یلماز به سراغ مژگان رفت و او را بدبخت کرد، به محض اینکه فهمید دمیر هم گم و گور شده، زیبایی زلیخا چشم او را گرفت و در پی او افتاد. اما با ورود هاکان همه نقشه‌های فکرت به هم زده شد و یک رقیب جدی و جنتلمن در برابر او ظاهر شد. فکرت عملاً در برابر هاکان هیچ شانسی نداشت و هاکان پیروز این میدان عاشقانه شد و زلیخا را مال خود کرد. از آن طرف رابطه‌ای که فکرت در پی آن است به نوعی یک رابطه ممنوعه حساب می شود و همین باعث شده که لطفی مرتب او را از زلیخا دور کند و زلیخا نیز سرسنگین با فکرت رفتار کند و او را در عمل انجام شده ازدواج با بتول قرار داد. اما فکرت که بدجور عاشق زلیخا شده و حتما باید یک کام از او بگیرد، دست از همه اینها شسته و در پی فرصت مناسبی می‌گردد که زلیخا را مال خود کند. یکی از سناریوهایی که برای ادامه و قسمت‌های پایانی روزگاری در چوکوروا در کانال‌های ترکی و رسانه‌های ترکی مطرح شده این است که احتمالاً فکرت نمی‌تواند جلوی خودش را بگیرد و یک شب که حسابی مست کرده و حال و اوضاع درست و حسابی ندارد به سراغ زلیخا می‌رود. زلیخا با دیدن حال و وضع فکرت سعی می‌کند او را از خودش دور کند، اما فکرت به زور او را گرفته و زلیخا را می‌بوسد. زلیخا در برابر فکرت مقاومت می‌کند، اما فکرت که تعادل روحی و روانی ندارد عین دیوانه‌ها به جان زلیخا افتاده و به او تجاوز می‌کند. زلیخا که عفت و ناموسش لکه‌دار شده، های های شروع به گریه‌وزاری می‌کند و تازه آن وقت است که فکرت به خودش می‌آید و می‌فهمد که چه غلطی کرده است و به سرعت زلیخا را ترک کرده و از آنجا فرار می‌کند. زلیخا که در وضعیت وحشتناکی گیر کرده، هر طور که شده بلند شده و روی پا می‌ایستد و تصمیم می‌گیرد چیزی به کسی نگوید و در آرامش و در کمال خونسردی فکرت را نابود کند و او را از چوکوروا بیرون بیندازد. به هر حال این هم یکی از سناریوهایی است که در کانال‌های ترکی مطرح شده است. هرچند بعید به نظر می‌رسد که کار به تجاوز و بی‌حیایی کشیده شود، اما امکان دارد که فکرت عشق خود را به زلیخا اعلام کند و این باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع شود.